شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 31 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. بار به نزد مارتین کریز آمد، همان کریزی که از زمره آدمان اصیل است. مارتین وی را دیده از دل و جان خرسند شد و ملاحظه هایش را دایر به لایحه کارخانه هوایی که مارتین را نه همچون سرمایه‌دار بلکه فقط همچون نویسنده به رغبت آورده می توانست گوش کرد. هنگام بیان لایحه کریز به ناخواست در خصوص ننگ آفتاب سخن رانده گفت که آن هذیان دیوانه است. واقعاً من به اینجا فلسفه فروشی نآمده هم، سخن خود را برید و همین چیزی که من دانستن میخواهم این است که شما به کارخانه من $1000 پول جدا میکنید یا نه؟ نه، من چندان دیوانه نیستم که این کار را کنم، گفت مارتین. به شما پول لازم من باشم؟ به نهایت پول بسیار دارم. دلتان پول میخواهد؟ یگان حیله و نیرنگ لازم نه، گیره. کریز ذره تعجب نکرد، او چک را گرفته به کیسه انداخت. به چنین شرط من تیارم که هفته یک بار از آن شب نشینی ها تشکیل کنم. دیر شد، سرجنباند مارتین. من در عمرم اولین بار از فلسفه درآمد کردم، گفت کریز به سوی در روان شده، اما قرب آن هم باشد در حال پس شد. روز در کوچه از پهلوی مارتین فایتون سوار میسیس مارز گذشت و تبسم کنان به او سر جنباند. مارتین نیز تبسم کرد و کلاه از سر برداشت. این حادثه با او ذره تأثیر نکرد. مارتین درباره خود در ژورنال ها معلومات مختلف میخواند، صورتهایش را که در آنها منتظم چاپ میشدند از نظر میگذرانید و خود را نمیشناخت. او بود که در محل کارگرنشین اطراف شهر به وای رسیده، به زندگی مهر بسته و از آن شادکامی ها داشته است. روز هنگامی که مارتین لیزی را به مکتب شبانه میگسلانید، لیزی نگاه را پی برد که یک خانمی خوشگل و خوش سر و لباس از پهلویشان گذشته ایستاده است. به مارتین نگاه کرد. این نگاه خیال باد قطر بود. خیال زیادتر درمان شد و لیزی از غایت قهر و غضب لرزید، زیرا دفعتا فهمید که آن نگاه چه معنی دارد. مارتین سبب قهر و غضب لیزی را فهمیده گفت که او کی هاست که دیگر به چنین نگاه ها عادت کرده است و آنها به دلش اثر نمی کنند. این خیلی ممکن نیست، فریاد کشید. دختر چشمانش را درخشانیده. پس شما بیمارید. من اسبرین حتی 5 قدح فربه شدم. من نمیگویم که شما جسماً بیمارید، من روح شما را در نظر دارم. شما در درون یگان درد دارید. مارتین اندیشمندانه در پهلوی دختر قدم میزد. من بسیار میخواهم که شما تیزتر از این درد خلاص شوید. مارتین لیزی را گسلانده به متروپول برگشت. او دیده به پیش دختر از جا نجنبیده و چیزی به خیال نآورده در کرسی راحت می نشست. تنها گوه در خاطرش کدام یک رؤیای گذشته دور و دور پیدا می شد. مارتین از تق در به خود آمد. او خواب نبود و تق در را شنیده دفعتاً به خیال آورد که احتمال تلگرام یا مکتوب آمده و یا خدمتگار باشد که از
جامشوی خانه سر و لباس آورده است. درآید. او پیوسته در باره جا فکر کرده، حتی روی قفا نگرداند. در با آهستگی گشاده شد، اما مارتین گویا تختخی آن را فراموش کرده بود که مثلی پیشتر نگاهی با دقت خود را به فضا دوخته می نشست. مارتین در یک آن جهیده به پا شد. روف ندا کرد او، هم به آهنگی تعجب و هم به آهنگی ترس. چهره روف رنگ پریده و محزون بود. او در دمی در ایستاده با یک دست در را می داشت و دستی دیگرش را به صندوق دلش نهاده بود. از غایت هیجان و آشفتگی مجال سخن نداشت. قصه محبت روف در دل او الکیها خورانده شده است. او چنان حسیات بسر داشت که گویا بناخواست جای مهمانسرای متروپول را، جامشوی خانه‌ای چشمه‌های گرم به سر و لباس ناشسته‌ای در ظرف یک هفته قنداشتش گرفته باشد. او چند بار لب به سخن گشادنی شد، اما جرأت نکرد. کسی نمیداند که من در این جایم، گفت روف با آوازی پست و تبسم التجاکارانه. چه گفته اید؟ پرسید مارتین. او را صدای آواز خود به حیرت انداخت. روف سخن خود را تکرار کرد. ها، گفت مارتین، این بود همه آنچه که او به زبان آورده توانست. من به مهمان سرای در آمدنی شما را دیدم، اندکی صبر کردم و بعد من هم در آمدم. ها، تکرار کرد مارتین. من نامعلوم در آمدم، کسی نمیداند که من در این جایم. شما را دیدنم آمدم به شما گویم که من تا چه اندازه گلو نادان بودن خود را فهمیدم. طاقتم تاق شد و آمدم به فرمان دل آمدم، برای آن که آمدن خواستم. روف از جا خیست و مارتین نزدیک رفت، دست به کتف او نهاد و تیز تیز به چخور نفس گرفته لحظه به این حال ایستاد. سپس با یک حرکتی تیز به سر مارتین خم شد. مارتینی طبیعتاً رحمدل و مهربان فهمید که این دم او را از خود دور کردن ممکن نیست. فهمید که به خروج حسیات او جواب نگرداندن او را تحقیر کردگی حساب می شود. چنان سخت تحقیر کرده حساب می شود که مرد زن را تحقیر کرده می تواند. او روف را با آغوش کشید، اما در آغوش او نه حرارت بود و نه نوازش. روف خاموش بود. ها، البته مادرتان، خود شما هم حاضر یقین به اصرار مادرتان صرف را آورده آمدید. کسی نمیداند که من در این جایم. با جوش و خروش اعتراض کرد روف. نخود شما گمان کنید که مادرم به چنین کاری من رخصت میداد؟ اما وی رخصت میداد که شما به من به شوهر برآیید. به این من شبهه ندارم. روف با آهنگ التجامندانه خطاب کرد. آه مارتین، اینقدر بیرحم نشوید. شما مرا حتی یگان بار نبوسیدید. شما سنگ برین. بینید که من به چی کار جرأت کردم. او با هراس و در عین زمان با حس کنجکاوی بگرد و پیشش چش دواند. بینید که من به کجا آمدم. من اگر 100 جان می داشتم همش را به شما قربان می کردم. به خاطر آورد مارتین سخنان لیزی را. برای چی شما پیش به این کار جرأت نکردید؟ پرسید و با آهنگ جدی. وقتی که من در کتکی مرغی زندگی می کردم، وقتی که از گرسنگی در رمقم جان نمانده بود، آخر آن وقت هم چی همچون آدم و چی همچون نویسنده من همان مارتین ایدن بودم. وقتهای آخر من این سوال را به خود تیز تیز می دیم و نه فقط شما را بلکه دیگران را نیز در نظر دارم. می بینید که من دیگر نشدم، هرچند که یک بار شهرت یافتنم اکثر وقت خودی مرا وادار می سازد که به این شک آورم. اما من همان مارتینم. پس برای چی اکنون من بناخواست در همه جا مهمان عزیز شدم؟ بیشک با آدمان خودی من لازم نیستم، چرا که من همان مارتین ایدنم که آنها پیش تو کی نمی گفتن. همه این چندان به طبع من نمی فورد. اما بدی کار در آن است که این در دل من نسبت به محبت مقدس تخم شبهه می کارد. نخود این که محبت از شهرت، از اعتراف ازدحام غذا گیرد، از افتش ها. من در این خصوص چونین بسیار فکر کردم و در آخر سرم گرنگ شد. سری بیچاره. روف مهربانانه مویهای او را سیله کرد. بگذار آن دیگر گرنگ نشود. بیایید مارتین از ناب سر میکنیم. میدانم که به گپ‌های مادرم گردن فراورده سستی کردم. من نباید سستی میکردم، اما آخر شما در خصوص رحم و شفقت نسبت به سستی های آدمی عجب بسیار گپ میزدید. به من لطف و مرحمت کنید.
من خطا کردم، ببخشید مرا. ها، من میبخشم، ندا کرد مارتین بی‌طاقتان. گناهی نباشد بخشیدن آسان. رفتار و کردار شما محتاج آموزش نیست. هر کس از روی صلاح دیدی خود رفتار میکند. مثلا من برای اون که به کار در آمدن نخواستم از شما عذر نمیخواهم که من آخر به شما نغزی میخواستم. زود اعتراض کرد روف. مادام که شما را دوست میداشتم با شما نغزی نخواسته نمیتوانستم. درست، شما با من نغزی خواسته قریب مرا نابود کرده بودید. ها، ایجاداتی مرا، آینده مرا قریب نابود ساخته بودید. من طبیعتا ریالیستم. مدنیتی بورژوازی باشد تاب و طاقت ریالیسم را ندارد. او محزونانه سر جنباند. روف بناخواست به گپ در آمد. به گردن میگیرم که اکثر گپ‌های شما حق است. من در حقیقت از حیات می ترسیدم. من شما را چندان سخت دوست نمی داشتم، اما اکنون سخت‌تر دوست داشتن را یاد گرفتم. من شما را برای آن که شما وجود دارید، برای آن که در گذشته چی کسی بودید، برای آنچه که شما را به درجه حاضرتان رسانیده است دوست می دارم. اوه مارتین. روف رویش را به صندوق سینه او راست کرده اینان گریه را رها کرد. مارتین نخستین بار در ظرف این شب او را با مهربانی به آغوش گرفت. روف این را حس کرد و شکفته رویانه به او نگریست. دیر شد، خیلی دیر شد، گفت مارتین. او سخنان لیزی را به خاطر آورد. من دردمندم روف. نه جسمان، نه روحان دردمندم. معینم درد دارد، اما اکنون دیر شده است. خیلی دیر شده است. نه دیر نشده است، فریاد کشید روف. من این را به شما ثابت میکنم که محبت من اکنون سخت است. ثابت میکنم که آن از همین آنچه که تا این دم برایم عزیز بود 1 بر 10 عزیزتر است. روف در مقابل مارتین راست می ایستاد. چشمانش می درخشیدند. من منتظرم مارتین، پیچی راست او. من منتظرم که شما ها گویید، به من نگاه کنید. این چی بسا خوش است. از دل گذران مارتین. به روف نگاه کنان. روف نگاه های پیشترش را شست. وی به زن حقیقی مبدل گردید. سرانجام جمله زولانه های آهنی رسم و تعامل بورژوازی را از خود دور افکند. این همه عجب خوش است. این همه کمال عالی جنابی و نجابت است. من بیمارم، سخت بیمارم، گفت مارتین مایوسانه دست افشانده. من تا الحال گمان هم نمی کردم که به این درجه سخت بیمارم. گویا چیز وجودم را ترک کرده است. من از زندگانی هرگز باکی نداشتم، اما به خود تصور کرده نمی توانستم که حوصله‌ام از آن پیر می شود. او سرش را به پشتک کرسی پرتافته چشمانش را پوشید و مثل آن که کودک گریان از میان پرده تیر و کمان رنگ چشمانش به آفتاب نگریسته جمله غم و غصه خود را فراموش می سازد، مارتین نیز رویای ناگهان هویدا گشته برگای انبوه را که از مغزشان شعله های آفتاب می گذشتند مراقبه کرده هم بیماری، هم حضور روف و هم عالمی هستی را از یاد برآورد. مارتین راهش را دوام دادنی بود که بنا خواست آوارگرده با او برابر شده با آرنجش دست رساند. مارتین دیگر نمی توانست با روف بماند. مجبور گردید که خانه را ترک کند. خوجین $4 احسان می کردید. برای شبگه پول ندارم، عرضی حال کرد او. آواز مارتین را وادار ساخت که یک دم قفا نگرد. لحظه پس او علکه دستی جا را سخت می فشرد. یاد داری؟ من به تو گفته بودم که ما به هم وا می خوریم. می گفت جا. دلم گواهی می داد. انا ما با هم وا می خوریم. افت و اندامت بیجانه؟ گفت مارتین بزفق آمده. حتی گوشت گرفتگی برین می نمایی. راست. تصدیق کرد سخن او را جا. خوشحال گشته از بازی که آوارگر شدم و لذت زندگی را فهمیدم 30 قدق فربه شدم و خود را عجب خوب حس می کنم. اما برای شبگاه پول می پرسی؟ غشش را آوردنی شد مارتین. شب باشد چندان شبی گرم نه. به شبگاه پول می پرسم. جا از کیسه 1 کف پولی سیاه برآورد. به من همین هم کفایت می کرد. اقرار شد او. اما افت و اندامت بسیار دلچسب نمود.
برای همین هم تو را ملجر کردم. مارتین قاقاه زده خندید. پولت به نوشاکی هم نمی رسد کو؟ گفت او. جا پولش را با وقار به کیسه انداخت. اینش به من راست نمی آید، عرض کرد او. من اکنون نمی نوشم، حوصله ندارم. بعدی آن که ما از هم جدا شدیم یک بارکک مست شدم و خلاص. آن هم باشد برای آن که احمقی کرده به شکم گشنه دم کشیدم. مارتین با جا عهد و پیمان کرد که روز دیگر به هم وا میخورند و سپس به مهمانسرای رفت. او در دالان به جدولی کشتی ها نظر انداخت. پس از 5 روز به تاییتی ماریپاز رفتگار شد. به واسطه تلفن برای من در کشتی ماریپاز کیوت فرمایید، گفت به دربان. اما از بالا نباشد، از پایان، از دیواری پهلوی چپ فراموش نکنید. بهترش نوشته گیرید از دیواری پهلوی چپ. او به حجره خود رفته به جایگاه در آمد و مثل کودک در یک جا خوابش برد. از واقعه های این شامگاه در او اثر نمانده بود. معنیش تأثیراتی را قبول نمی کرد، حتی از آن حسیات شادی و خرسندی که بابای از دیدار جا روی داد اثر نمانده بود. آن یک لحظه دوام کرد و بس. پس از لحظه مارتین افسوس میخورد که سابق رفیقش را واخورد و چرا که حتی حوصله گپ زدن هم نداشت. حتی بعد 5 روز به اقیانوس عزیز خود سفر کردنش هم به او خرسندی نمی بخشید. او با لذتی تمام میژه بر هم نهاد و 8 ساعت با فراغت خوابید. او خود را به هر سو نمی انداخت، خواب نمی دید. مارتین به طفیل خواب غم و غصه را فراموش میکرد و چون بیدار میشد دلش همیشه از افسوس و ندامت لبریز میگشت. زندگی او را عذاب میداد، آشفته حال میکرد. وقت باشد به شکنجه حقیقی تبدیل یافته بود. شنوندگان ارجمند، شما خوانش بدیعی رو از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. انجام گفتاری 31 کارگردان دوران صاحبزاده شاد و سربلند باشید.